پیشگاه مبارک شاهنشاه آریامه و شهبانوی ایران، پالایشگاه نفت تهران در 20 کیلومتری جنوب پایتخت گشایش می‌یابد. در این مراسم آقایان نخست وزیر، رؤسای مجلسین، وزیر دربار شاهنشاهی، چند تن از وزیران و گروهی از شخصیت‌های برجسته مملکتی حضور دارند. رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران به عرض می‌رسانند که ساختمان پالایشگاه در مدت 2 سال و 5 ماه پایان یافته و هزینه آن به 6630 میلیون ریال وارد شده است. ظرفیت پالایشگاه روزانه 75000 بشکه و سالانه 5 میلیون متر مکعب است. نفت خام مورد نیاز به وسیله خط دوری 16 اینچی به طول 750 کیلومتر از منابع نفت اهواز تأمین می‌گردد. این مرکز سومین پالایشگاه نفت ایران و در ردیف مجهزترین پالایشگاه‌های نفت جهان است.